در مسافه همگی چند صد کیلومتر از فلسطین که عین حال در آتش می‌سوزد و موشک‌های اسرائیل به خیمه‌های فلسطینی‌ها می‌افتند، ما یک منظره بسیار بد را می‌بینیم: جشن و شادی و رقص و بازی در یک بزم موسیقی در عربستان سعودی. این جشن نزدیک به شهر قدیمی در جای با نام جبل الفیل در العلا برگزار می‌شد، در زیر کوه معروفی که شکلش به فیل مانند است. مردان و زنان این کشور با مهمانان مشهور خود از کشورهای غربی با هم موسیقی بی‌هیاگی گوش کرده رقص و بازی می‌کردند. راهبلدها و مسئولین سیاحی در عربستان سعودی با افتخار میگویند که العلا جایی است که هر کسی تاریخ و طبیعت را دوست می‌دارد باید ببیند، اما این مکان در قرآن ذکر شده است و برای مسلمانان رفتن به آنجا منع است. در العلا یک شهر کهنه است با خانه‌ها، مغازه‌ها و مسجدها، ولی همگی 22 کیلومتر دورتر از آنجا معروفترین جای تاریخی آن منطقه معادن صالح است که آن را هگرهم می‌نامند. اینجا در فهرست یونسکو همچون یادگاری جهانی ثبت شده است. در آنجا سنگ نوشته ها و نقش و تصویرهایی هستند که از طرف یک قوم قدیمی با نام ثمود ساخته شدند. این قوم بارها در قرآن همچون ظالم و گناهکار یاد شدند. این قوم و پیغمبر الله صالح علیه السلام معامله بد کردند و به گناه رفتند. همین بود که الله متعال آنها را نابود کرد. پیغمبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم به یارانش گفته بود که وقتی از آنجا میگذرند در آنجا نمانند و از آنجا نه خوراک بخورند و نه آب بنوشند، چون که آن مکان جای لعنت شده است. بسیاری ها میگویند که پادشاهان و حکومتداران امروزه عرب که چنین بزم‌های گناه‌آمیز تشکیل میکنند به همان قوم ثمود مانندند که خود پسند و سرکش بودند، اما معلوم میشود که تاریخ آن قوم برایشان درس عبرت نشده است، چون که این کشورهای عرب به زندگی پر از اشرت و گناه ادامه میدهند و شرایط فراهم میکنند تا مردم به گناهان بزرگ مشغول شوند.